عریضه نرسونده بودیم. اینا جواب عریضه‌شون آمادگیه. حدود 20 دانشجوی تاجیکی دانشگاه‌های خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس نتوانستند به تحصیل بروند برای کمک خواهی نزد وزارت کارهای خارجی جمع شدند. آنها روز 9 نوامبر از وزارت خواستند که برای ادامه تحصیل در خارج به آنها کمک رسانند. چندی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفتند که تحصیل فاصلوی در کشور دشوار است و می‌خواهند به روسیه روند. ما از همین 15 سپتامبر خیلی که میدونید در خود همین مید دانشجویانی که به روسیه رفتن نمیتونن رجیستراسیون کردن تا حال یگان رزولتات نیست که ما همین وای کنیم بررسی کنیم. دو نماینده وزارت با دانشجویان صحبت کردند و گفتند باید منتظر بمانند چون که روسیه به نامه جانب تاجیکستان برای سفر دانشجویان پاسخ نداده است. نمایندگان وزارت گفتند در صورت دریافت پاسخ فوراً دانشجویان را آگاه خواهند کرد. یا با ما جواب دادن که در عین حاضر همون سوالی که مقصد برای استودنت‌ها که برای شهر است و اجازه گیرند در آمدن حاضر در پروسس است باید این رشته کنه نه که یگان دست و نشده است. خب ما یکم بار نیست ما در جا مراجعت کرده باشیم، چندون بار شد مراجعت داریم، نه تنها با وزارت کار خارجی این چنین با پاسپورت روسیه با وزارت معارف با ما یگان وای نیست رزولتات نیست. به اطلاع وزارت معارف شماره عمومی دانشجویان در دانشگاه‌های روسیه حدود 26,000 نفر را تشکیل می‌دهد. در مجموع به اطلاع این نهاد شماره عمومی دانشجویان تاجیک در 30 دولت دنیا بیش از 34,000 نفر را تشکیل می‌داده است. بیش از نیم سال است با دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان می‌گویند ممکن است در صورت ادامه این احوال از درس‌های خود عقب بمانند.